لکم فیه اسوة حسنه. لکم فیه اسوة حسنه. برای شما مردم در وجود من امام حسین اسوه هست. یعنی من حسین میتوانم برای شما یک الگو و اسوه‌ای بوده باشم. دقت کنید. بحثی که امروز ما میخوایم عرض بکنیم در رابطه با الگو دهی است. بله؟ الگو دهی یعنی سرمشق را میخواد به دیگران یاد بدی. درست شد؟ میخواد چه اینجا بگیم آموزش بدی به دیگران. دیگران از تو همه چیز رو یاد بگیرن. خدمتتون که چند تا شرط داره. شرط اول الگوده این است که الگوده باید واجد نقاط مثبت باشه. بله؟ واجد نقاط مثبت بوده باشه که از نظر متربی و اون الگو پذیر قابل قبول باشه. درست شد؟ پس اولین شرط الگودگی واجد شرایط بودنه. این شعر رو زیاد شنیدید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. کسی که خودش واجد مسائل نباشد چطور میخواد به دیگران ببخشد؟ ببین، میخوایم به متربی بگیم تو زندگی هیچ وقت امید تو از دست نبر. زمانی است که اون متربی و اون شاگرد ببینه این استاد تو همه زمینه ها به خدا چیه؟ امیدواره. هیچ وقت سخن از یأس نمیزنه. چون خودش امیدوار به لطف و رحمت خداست میتواند به متربی هم بله تعلیم بدهد، یاد بده که در تمام امور زندگی امیدوار به کی باشه؟ خدا باشه. اگر این الگو میخواد به متربی یاد بده آقا در طول زندگی از احدی نترس و نگران آینده هم نباش. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کی اثر داره؟ زمانی که خودش اهل ترس نباشه، شجاع باشد. دقت کنید. اگر الگو میخواد به متربی یاد بده که آقا اهل فضا و جو نشو، بله؟ یه ده جو زده میشه، همیشه خدا رو در نظر داشته باش، رضای خدا رو در نظر داشت، جو زده نشه. چون که آقا جو زده خلاف حق هم میگه میخوان جماعت خوشیشون بیاد، یک سری دریوری هم بگم، اشکالی نداره. درست شد؟ میگه هیچ وقت اسیر جبر نشد. زمانی است که خود مربی آدمی باشه که جبر زده بفرمایید نشد. پس اولین شرط الگودگی این است که خود این الگو دارا و واجد فضائل باشد. این حالت ایجابیه. دو، هیچ شرط از شرایط رذائل هم در او نباشه. دقت کردید؟ یعنی حالت ایجابی و سلبی.
طلبکار اومد در خونه رو زد. بابا الگوی خونه به بچه میگه برو بگو بابام نیست، برو بگو بابام نیست. این بچه فطرتش سالمه. وقتی در باز کرد بله بفهم، میگه بابا رو بگو بیاد. این بچه چی میگه؟ بابام گفته بیام بهت بگم بابا نیست. بابام گفته که بیام بهت بگم بابا نیست. چی داری به بچه یاد بدی؟ دقت کردی؟ توی پدر تو خونه هستی به بچه داری میگی برو بگو بابا نیست، یعنی داری اولین راه و رسم دروغ گفتن رو به بچه یاد بدی. تو الگو برای اون بچه درست شد؟ گاهی اوقات یک شکلات میگیری به بچه میگه دهن تو باز کن این بیچاره باز کن دست میگه تا نزدیک دهن میذاری تو دهن نمیکنی این کار رو؟ داری بهش چی یاد میدی؟ بله؟ این هم یک دروغ عملیه. درست شد؟ بچه واکنش نشون میده یا نمیده؟ بچه شروع میکنه به گریه کردن. یعنی تو به من خلف وعده داد، به من وعده دادی شکلات رو بذاری تو دهن من، این کار انجام 2 روز دیگر ببین همون بچه باز شکلات میاره میگه بابا دهن رو باز کن، تو دهن رو باز میکنی میذاری تو دهن خودش میذاره. یعنی داری اون رذائل رو عملا بهش یاد. پس شرط اول اینه که الگوده واجد همه فضائل باشه، 2 رذائل هم درش وجود نداشته باشه. این بچه ها اون الگو پذیر، دقت کردید تمام این ریز و درشت کارهای ما رو روی حضرت زهرا سلام الله علیها همه شدید برای حسنین که مریض بودن نزد کردن. درست کردید؟ این نزد شروعش از حضرت زهرا بود. چنان کار ایجابی دیگه. اگر بچه ها سالم باشن من 3 روز برای بچه ها چه کنم؟ پدر این خونه هم همین بچه ها داره میگه دیگه. حسن هم گفت منم 3 روز روزه میگیرم، حسین هم گفت 3 روز روزه میگیرم، فضله کنیز هم گفت من 3 روز روزه. این میشه چی؟ الگو که پدر و مادر دلسوزن برای سلامتی بچه حاضر نشد. بعد و یطعمون الطعام علی حبه. وقتی روز اول مسکین اومد در زد، این مادر گفت من افطار خودم رو میدم. پدر گفت میدم. بچه کوچیکم گفت ما میدم. اگر پدر و مادر اهل ایثار نبودن، بله حسن و حسین هم اهل ایثار نمیشدن. که چه از کردن؟ میگیم ایثار مقوله خوبیه، اما بچه های ایثار رو از کی باید یاد بگیرن؟ از پدر و مادر. و حضرت زهرا علیها السلام این ایثار عملی رو نشون داد به بچه ها. درس گرفت. رذائل هم تو زندگی اهل بیت وجود همه ما اینا زیاد شدید که امام حسن مشتبه میگه شب تا صبح دیدم مادرم داره در حق همسایه ها بچه گفت و مادر چرا برای خود دعا نکردی؟ این الگودهیه. چی گفت؟ این نمانه همان الگودهیه، نمونه الگودهیه. انجال صمت دار، یعنی دیگران رو در دعا بر خودت مقدم. درست شد؟ با هنوز کمتر تو زندگی حضرت زهرا از نگاه الگودهی نگاه کردیم. درست شد؟
الرجال قوامون علی النساء، مدیریت خونه باید با کی باشه؟ این مدیریت نباشه بسته بشه. وقتی اومدن تقاضای ملاقات کردن با بیوی حضرت قبول نکرد. یعنی اگر من باشم و حق با شخصی نه. یعنی این مورد که زهرا جان اگر من بخوام چی؟ نظر من این باشه که ملاقات رو چی فرق هست؟ علی جان البیت بیتک و انا امتک. باید جایگاه امام، جایگاه پدر تو خونه چی بشه؟ حفظ بشه. این الگوست برای زینب که زن رفتارش نسبت به مرد این باشه. علی جان البیتو بیتو و انا امتو. کنیزه تو هستم ففعل ما شئت، هر تو دلت میخواد انجام. این سیره است یا نه؟ این الگودهیه. این الگودهیه. در جریان مقاومت پشت در این الگودهیه است که انسان در مسیر امامت امام رو جلو نندازه تو خطرها. انسان در برابر امام باید خطرپذیر باشه. ولی باید خطرپذیر باشه. ایسا کجا خطرپذیر باشی؟ ولی یه عده حمایت از امام میگن تا شعار، اما پای خطر برسد دیگر امام بی امام. همه تو شدید از مسیر مکه تا کربلا اصحاب امام حسین ریزش شب عاشورا که نظر بود. یعنی بودن با امام در حد شعار. پای عمل که رسید امام بی امام. درست شد؟ اما حضرت صدیق طاهری چطور؟ به جمله دار یا ابوالحسن روحی لکن فدا، روحی لکن علی جان این روح فاطمه خدا رو تو باشه. خدا حفظ کنه ما مثلا رهبری آشوبا سال 88 بوده، بعضی تکبیرات جامعه را اصلا به وجه میاره. خطاب میکنه به امام زمان سلام الله علیه، میگه آقا جان من یک جسم علیل بیشتر ندارم، این جسم علیل را هم فدای شما. همه یک جمله تمام نقشه های دشمن رو نقشه برها و امت رو آورد نیستن. حالا حضرت زهرا تو مقام ایثار که می‌نویسه میگه هم تو فضای سیاسی حمایت سیاسی هم حمایت فرهنگی هم حمایت جانی از این شد. واقعا تغییر مردانه رو ما میگیم زهرا از 100 تا مردانه تر در مسیر ولایت میدن. آیون زنی که سینش مجروح بشه، بچه سقف جنین بشه، بیهوش شده، وقتی به هوش اومد اولین حرفش چی بود؟ فز علی رو بود. نمیگه آه سینه ام، آه محسنم، نه، سینه با محسن همه فدای علی. علی رو کجا بود؟ خانم علی رو بردن سمت مسجد یا فزت و خوزی. بله در وسط راه هم اون جنایت انجام شد، زهرا بیهوش شد، به زمین افتاد.
تو روایت داریم باز بهشون باید گفت علی رو کجا بردن بخوام علی رو بردن مسجد دوباره دست منو بگیر ضربه پشت ضربه مصیبت پشت مصیبت اما خدمت شما عرض بکنم که دست از حمایت خب زینب 4 ساله داره الگو میگیره از این الگوده که بابا در راه ولایت و امامت آدم باید از همه چیز خودش بگذره. درست شد؟ رضا همه این مصیبت ها رو مثل مادر تحمل میکنه آخر توی ما رنگی الله جدید یک جمله از حضرت امیر سلام الله علیه هستی صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حدیث والله و لفظ جلاله الله میگه در طول این سال یک بار فاطمه منو به خشم و غضب نگرفت. 9 سال زندگی میگه لا اعذبتنی منو به خشم دو در طول این 9 سال یک بار منو معصیت نکرده یعنی چیزی رو من امر کنی بگه خیر یه جمله اما یه چیز رو بین علی راحت میتونه اعتراف بکنه والله وقتی دنیای غم بیرون خانه سینه من اومد می اومدم خونه یک نگاه به فاطمه میکردم تمام غمهای عالم از روی سینه من برداشته میشد آرامش به من علی دست میدم این اسوه هست که الگویه یعنی داره به دخترش زینب اینها رو یاد میده که دخترم خانه‌داری رو یاد بگی اگه مرد با دنیای از غم وارد خانه شد تو غمی بر غمهاش اضافه نکن بلکه بله غمها رو از روی سینه شوهر بردار اما یه الگو دیگه بر شما بگم رضایت شوهر و به اعتباری رضایت امام زمان خیلی الگو دیگه دیگه روزهای آخر خیلی بود مطمئن بود که رفتن علی علیه السلام رو خواست خیلی روایت عجیبه میگه علی جان سؤالی ازت میکنم با کنایه جواب آن ندید سریع جواب من با صراحت بگو فاطمه جان از محضر امام زمان سؤالی کرد که دل امیر المؤمنین شکست اشک امیر المؤمنین جاری شد صدا زد علی جان آیا از من فاطمه راضی هستی یا نه؟ آیا از من راضی هستی یا نه؟ این الگویی نداره؟ آیا از من راضی هستی یا نه؟ روایت داریم امیر المؤمنین صدا زد فاطمه جان اونی که طلب رضایت و حلالیت باید بکنه من علی هستم نه تو که همه چیزت را برای من علی دادی تو همه چیز را برای من دادی قول مرحوم کمپانی میگه ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزینة الاسرار فاطمه جان تو سینت رو برا من دادی بازو برا من دادی
صورت سیلی خوردن رو برای من کشیدی، همه چیز رو برای من. این من هستم که از توی جان باز باید حلالیت بطلبم. تو روایت دار باز فاطمه دست بردار و علی جان نه به صراحت بگو آیا از من فاطمه راضی هستی یا از من فاطمه راضی نیستی؟ گفت فاطمه بله که راضی هستم، بله که راضی هستم. رضایت امام زمان رو که به دست گرفت، نمونه دیگر از خود دیدی. و علی جان وقتی غسلم دادی، کفنم کردی، نماز خوندی، با همون جمع اندک اومدی منو دفن کردی، همه میخوام برن اما علی جان تو بمان، علی جان تو بمان. من از همه عزیزان خصوصا از اولاد زهرا بچه ها سید میخوام وصیت مادر ما رو ببینید، نحوه وصیت کردن. و علی جان تو بیا بالا سر قبرم، بگم دادتون بلند بشه، مقابل صورتم بشه، ببینم فدای اون صورت سیلی خورده، مقابل صورتم بشه. چیکار کنم فاطمه جان؟ گفت علی جان مقابل صورتم بشین و برای من قرآن بخوان، برای من قرآن بخوان، چون من با این خانه جدید انس ندارم، این اولین شب حضورم در این خانه است. تو قرآن بخوان که من با قرآن توی علی با این خانه انس بگیرم. همه الگو داره میده، یعنی همه ما هم این درخواست رو از امیرالمومنین داشته باشیم. علی جان شب اول قبر ما هم محتاج به عنایت تو هستیم، ما هم با این خانه انس نداریم. لذا در روایت داریم که مؤمن رو وقتی تو قبر میگذارن چند صورت نورانی وارد قبرش میشه، اما یک صورت از همه نورانی تره. وقتی ازش سوال میکنن تو کی هستی؟ میفرماد که انا الولایت، من ولایت علی و اولاد علی است. غرض شخصی که بخواد الگوی باشد باید فضائل از او کمپاژ بشه و برسد به متربی. یعنی متربی هر روز که از اون میگذرد از این مربی باید مشق بگیرد، درس بگیرد. عجیبه دختر 4 سال در دامن این مادر بیشتر رشد پیدا نکرد، زینب رو بگم، اما در همین 4 سال این مادر چگونه این دختر رو رشد داد، پرورش داد، تربیت داد که وقتی میرسید به نقش زینب در حادثه کربلا به قول شاعر میگه سر نی در نینوا میماند، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود. اینا همه به برکت الگودهی مادری مثل فاطمه سلام الله علیها است. حالا انشاءالله که باشه جلسه آینده این الگوده که میخواد فضائل را منتقل بکند به متربی از چه روش‌هایی باید استفاده کنید. دقت کردید؟ اونی که الان گفتیم محتوا بود، یعنی الگوده باید دارای محتوا باشه، دارای محتوا باشه. به الا اگر شخصی که میخواد الگو باشد محتوا نداشته باشد این دیگه الگو نیست. امروز فقط محتوا رو گفتیم، اما فردا روشه. بله؟ یه هنر درس آموزی خیلی مهمه. ببین گرتی ها علم دارن قدرت خطابه رو ندارن چون روش رو بلد نیستن. نه، زهرا هم محتوا داشت هم روش رو بلد. این روش الگویی حضرت زهرا رو انشاءالله که خدا بده فردا حذف میشه. یه باید همین الان یادم اومد
روزی شما. پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و زهرا جان هر کس که فکر می‌کنم 3 بار به تو سلام کنه، 3 بار به توی فاطمه سلام بده، فردای قیامت در بهشت کنار من بیرم. خب ما هم این دستور پیغمبر انشاءالله عمل کنیم، امیدیم که فردای قیامت یا رسول الله جاهایی داریم که دور از شما باشیم، بله؟ جاهایی باشیم که در جوار شما انشاءالله باشیم، در کنار شما باشیم. راه هم نشون دادید که اگر میخواید یه راه سلام بگید به دخترم فاطمه. السلام علیک یا فاطمة الزهرا، السلام علیک یا فاطمة الزهرا، السلام علیک یا فاطمة الزهرا، یا بنت محمد یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا